وقتی که ما گناه را مشاهده میکنیم سکوت میکنیم، وقتی که ما ظلم را مشاهده میکنیم سکوت میکنیم، اصل گناهگار ما هستیم. او کسی که شاید گناهی میکند، ظلمی میکند، احتکار میکند، شاید مطالعهش کم باشد، شاید یا از روی آگاهی یا ناگاهی او ظلم خودم میکنه. بله، شاید همون غریزه شهوت و دنیا پرستیش غلبه کرده باشد. بله. ولیکن دست او را باید ما بگیریم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان میکند انصر اخاک ظالما او مظلوما. بله. نصرت بتو، یاری بتو آن برادرت که ظالم است و برادرت که مظلوم است. بله. صحابه کرام گفتن ای حبیب خدا صلی الله علیه و سلم، این چگونه ممکن است که ما برادر مظلومی خدا خواه نصرت میتیم؟ معلوم است که میریم در کنار او استاد میشیم، ظالم میترسه، ظالم من میکنیم، ولیکن ظالم چگونه ما نصرت بتیم؟ گفت از دستش بگیری، او را راهنمایی کنی، این نصرت یاری هست برای برادر ظالم. یقینا اینجا هم بیننده های گرامی، اولین وظیفه هر فرد مسلمان در جامعه اسلامی به خاطر از بین بردن و به خاطر نابودی ظلم و بدبختی و بربریت پایبند بودنمان به تقوای الهی هست. در قدم هر فرد مسلمان تقوای خدایی را با خود داشته باشد. هر فرد مسلمان به این فکر بکند که من در پیش الله متعال یک روز استاد میشم، الله متعال از ما پرسان میکند، الله از ما بازخواست میکند. پس به همین لحاظ اینجا انسان احساس خطر میکند، نزدیک به ظلم نمیشه، به تجاوز نمیشه، به احتکار نمیشه، به دیگر موارد نمیشه. نکته دیگر امر به معروف و نهی از منکر است. در دکانی که میریم میبینیم که برادر مسلمانمون میخواهد برای یک مادر مظلوم و بیچاره که زبانی صحبت ندارد میخواهد به او ظلم بکند، مال قیمت به او بفروشد، حداقل ما یک طرفداری کنیم. برادر مادر ما چه وظیفه خوب است، واقعا بیچاره هست، بیوه هست، نداره سرپرست، مشکلات دارد، خودش کار میکند. این چقدر زیبا هست که دکاندار عزیزی ما وقتی که یک مادر میاد، عجز یقین بکنین یکی از دوستای ما هست بسیار تجار است، وقتی که هر کسی داخلی دکانش میشه الحمدلله خوب گیر و بار و برکت هم دارد. وقتی که یک برادر داخلی دکانش که میشه اول به قیافه او نگاه میکنه، بله، که چگونه قیافه دارد. وقتی که برادر قیمت میکند یک مال را، از برادرانی که غریب طبقه هستن، فقیر و بیچاره هستن، از طریقه قیمت کردنشون مشخص میشه که اینها ندارن. قیمت میکنه به یک ترس قیمت میکنه که حالا چی رقم، اگه قیمتی بلند گفت از دکان برایم خو شرمنده میشیم، اگه قیمت مناسب بگه خو میتونم بخرم. بله، هم از طریق گفتنش به تشویش هست. یقین کنین که وقتی که برادر قیمت میکنه که هارد روغن چیزی نداریم، اینا چه میشن، این برادرمون دکاندار برش بیان میکنه خانت کجاست پدر یا مادر؟ میگه فلان کوچه. میگه تو برو، نفر از پشت سرت میاره. میگه پیسهش، میگه پیسهش یک نفر داد. الله پیسه را الله داد. مانند حضرت عثمان این بزرگوار وقتی که در مدینه کاروانه که میاره، تمام تجارای مدینه میروند که دو چند برابر ما مال قیمت میخریم، به ما بده. گفت کسی خرید که او را 10 برابر به ما فایده داد. چه کسی؟ تجارای مدینه ما خو هستیم. چه کسی خرید؟ گفت الله متعال. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. این چقدر زیبا هست. نکته دیگری که بیان بکنیم بیننده های گرامی، پایبند بودن ما با وحدت و پرهیز از اختلاف است. بله.